توی طراحی مربوط به قسمت پایین و بالا هندسه تقریبا یکی، یعنی رویه‌ای که میخوایم بریم تقریبا یکسان هست، با این تفاوت که هندسه پایین یه هندسه یک تیکه بود و به شکل کلی ساخته میشد، اما هندسه بالا چند تیکه است. نکته که هست این هست که هندسه بالا از تیکه های مختلفی تشکیل شده، اما تیکه ها کاملا یکسان هستن. خب این یک مزیت برای ماست و به ما اجازه میده که فقط یکی از این قسمت ها رو طراحی کنیم و بقیه رو کپی کنیم و نیازی نیست که همه رو همون اول بسازیم و با طراحی یک قسمت بقیه قسمت ها رو هم میتونیم دوباره استفاده بکنیم. نکته دیگه این هستش که اندازه ها، یعنی اندازه های کلی که برای قسمت پایین و قسمت بالا وجود داره یکسان هست و اگر احیانا موقع اندازه خوانی یا ترسیم هندسه به مشکلی برخورد کردیم، میتونیم از اندازه های موجود توی هندسه پایین استفاده کنیم. مثلا ممکنه از این اندازه 395 توی طراحی استفاده کنیم. خب شروع میکنیم طراحی رو. دوباره من میخوام از قسمت نیو پارت و اسکچ کار رو شروع کنم. همونطوری که گفتم من فقط یکی از این قسمت ها رو میخوام طراحی کنم و بقیه رو نمیخوام طراحی کنم. اینکه یه مثلث بزرگ رسم کردم برای راحتی کار خودم هستش که بتونم موقع طراحی با دید بهتری کار رو جلو ببرم و هر جا که به مشکل خوردم از اندازه ها و شکل پایین هم استفاده کنم. در غیر این صورت استفاده از مدل های دیگه یا کارهای دیگه که میتونید موقعی طراحی انجام بدید مشکلی نداره. میخوام سرعت کارم رو فقط کمی بالاتر ببرم. خب حالا من مثلث رو کشیدم دوباره مثل قسمت قبل. از اونجا که من فقط یک طرف رو میخوام که بسازم، لازم نیست هر چیزی رو توی تمام بخش ها بکشم. این از قسمت اول که کاملا از این قسمت مشخص بود. حالا برای اینکه بریم سر قسمت دوم کار، من میخوام یک دایره بزرگ این وسط بکشم. با توجه به هندسه‌ای که اینجا هست و هندسه مربوط به بیس، اینطوری به نظر میاد که اینجا دایره‌ای که کشیده شده از مرکز مثلث هست، شعاعش 115 هست. پس من هم میام همین کار رو انجام میدم. منم میام یک دایره از مرکز مثلث به شعاع 115 از بخوام این قطر 115 شد. و به این شکل آماده میشه. خب حالا از این بخشی که مربوط میشه به خود قطعه بالایی، یه سری برشی وجود داره که از دایره شروع شده از این قسمت و به اینجا میخوره. خب این قسمت همون مثلثایی هستن که تو گوشه ما کشیدیم و فقط کافیه که ما بیایم و یه خطی اینجا بکشیم. من یه خطی اینجا میکشم. حالا
با توجه به اندازه‌ای که اینجا موجوده، این اندازه 20 که کشیده برای این خط هست، من میام این اندازه رو 20 میدم و این خط، این امتدادش، این میتونم این خط رو امتداد. دوباره میام از تریم هم میتونیم برای کار برش استفاده کنیم، هم برای بلند کردن یک خط. میام روی خط موس رو فشار میدم و به پایین میکشم تا به دایره برسه و کاملا میاد خود این خط رو به این دایره میچسبونه. خب این از این قسمت اول کار. حالا باید برای بخش دوم هم این کار رو انجام بدیم، اما تو بخش دوم اندازه ها کمی متفاوت است. با توجه به اینکه این هندسه قراره تکرار بشه، میایم و اینجا یک چیزی رو بررسی میکنیم. فاصله بین این دوتا 34 هست و طبق هندسه بالا اون هم این قسمت 20 هست. با توجه به اینکه این اندازه 80 و این 80، این قسمت هم باید 80 باشه و در نتیجه اینجا میتونیم این رو بزنیم 80 منهای 34 منهای 20 26. پس این قسمت اندازه‌مون 26 خواهد بود. من دوباره میام خطی رو اینجا رسم میکنم. با استفاده از تریم و این امتداد پیدا میکنه. بسیار خوب. این قسمت کاملا صاف هست و اندازهش 81 داده و روبروش هم قسمت دیگه ای هست که اینجا دوباره تکرار شده. یه قسمت زائده داره، برآمدگی داره. ما میخوایم اون رو رسم کنیم برای این کار. میدونیم که این قسمتی که داخل رفته به اندازه 8 میل داخل رفته، پس میریم و اون رو رسم میکنیم. فاصلش از این ابتدا 29 هست و از اون طرف 53.